شکی شکی این برای نره لکه که بخوریم. کاش که من مثل شما گوسفندی میدی به خدا این بر اصلا نمیرسیم این علفار میخوردم. شکی شکی این برای نره لکه که بخوریم. کاش که من مثل شما گوسفندی میدی به خدا این بر اصلا نمیرسیم این علفار میخوردم. بیعقلی همینا بیعقل. به خروانا رخته به پیش این علف جیان پره. گله چرونم گله را من چرونم رمه را همیشو بزو بره را و خاطری یار نباشه کی میچرونم رمه را کی میچرونم رمه را تو بره رو بیایی شبه شبه فروشی باسکر کویستانی ورزشی فروشی باسکر کویستانی ورزشی فروشی. بله چی فروشیه؟ همین باسکل ورزشی. ورزشی؟ ورزشی ای؟ هم کویستانی هم پرشی هم ورزشی. کو پیش یاره ماما اینجا آره برادر. من پیار ما به من بفهمیدین چی گفتم؟ چی گفتم؟ پیار ما گفتم به خیر خوشی که نوروز به خیر گوسفندا ما که قطعه بشه اله. بله هم قطعه که بشه گوسفندا ما میرفیشیم. خب با که برفیشیم با میره با ما بابا ما از شهر با ما باسکل میخرم که به پیاده نباشم. الهی شکر ما مالی میفروشم دیگه. پول نیه. پول ندارم. خیره میرو. بالی جوجه بره نمیدی بالی جوجه بره؟ چی؟ این کویستانی چیه ماما؟ این گوسفندا هستانه؟ از شما نفر این با کویستانی میگی یعنی با کوه؟ کویستانی با کوه بالا میشه به روز سنگامی که به اون کوه مقبول بالا میشه ورزشی هست پرشی هم هسته. بابا پرش میکنه ورزش میکنه. پرش میخوره که چی بگی؟ مثل تفلما. مثل تفلما آفرین. بدیدی؟ بچه خاله جان شما یک دقیقه اینجا میشه با باسکل خود بگذاریم؟ میخری یعنی؟ میخری؟ جوجه بره نمی؟ نه بابا جوجه بره ما اینجا کار. جوجه بره داره مرا اگه میشه نمیشه اشتنه میرفیشی ما میرفیشیم دیگه. خب براره جوجه بره تو چند قیمت نه؟ چند قیمت داره؟ 802,000. 802,000. اشته 802,000. 802,000. من نمیفهم 802,000 چند میشه؟ 800 یعنی 2000. 2800 روپیه. همه جوجه چیزی که اندازه کلت بیشتر نیه. ما تو خاله بدوریم ما. چاره؟ نه. تو چی میگه؟ این چند میارزه؟ میفهمی باسکل به چند خریدم؟ نه. با 11,000 روپیه خریدم باسکل. 11,000 ها؟ بله. ماما همین 11,000 میارزه. سلام علیکم. علیکم مشتن خیلی بخیر سلامت. فروشی هم بابا. خوبه ماما جان بخیر. بفروشی ماما. باسکل کویستانی ورزشی پرشی فروشیه. ماما همین چند ماما هر چی گفتم. ماما همین به نظر شما چندی میارزه؟ باکو ماما برفتم دیروز زمین چیزی بخریدم گیرون خریدم. چنده؟ 8,000. اینا تاره با باسکلی که شما خریدید توی فرق داره. این باز اینجا بریک داره و بریک هم نداشت. خب دیگه. بریک هم نداشت اینجا چراغی هم نداشت. دیگه با کویستانی ما به زی گفتم ما به 802,000 خریدم. همین بره خود چیلکیه. اندازه لامبوس شما بیشتر نیه. انا من گفتم این بده من باسکل ندارم مثلا به دنبال گوسفندا خو میام. این میگه نه. جوجه بره 2800 ما بده بالای باسکل. برو بگردم. چه ریت میکنی؟ یک گوسفند یک عطی بده که هم باسکل عطی بده. اگه بالی هم برا کلون بده یه گپ میشه. بگو من یک چیزی از تو پرسان کنم. جون آدم بیتر یا گوسفند؟ گوسفند. جون آدم بیتر نیه؟ اگه جون من بگی نه از جون من گوسفند بیتره. جون تو بیتره دیونه تو نمیفهمی باسکل که سوار نباشی به هر جا که گوسفند برای چیز رفته میتونی. نه بابا الان اگه باسکل نباشه تو میتونی بدوی برای گوسفند؟ نه. خلاص این باسکل تو میده که برو پلواش میره برو همین علفا میتونی سرک میتونی با کو والا کنی میده باسکل به تو میده. الان برام یک فایده دیگه هم هست برات گوسفندا کناری نمونده میشینی دیگه گوسفندا تو هر جا برات تو افغانه که دیگه با باسکل برات ببینی. حتی شب هم میتونی گوسفندا خود چرونی چراغ هم داره. نه بابا نشان میشه. او برای چند تا می
ها چند تا بره میدی بالا می باسکل؟ یک خیلی از این بره کتتر مای نگو همون جوجه هم بده بریم ها همون جوجه و یک بره آره مو اگه میدی ما آخر با فایده تو نه که میگم من با فایده نمیدم تو میگم نه که ما بالا با گوسفند نمیدم حالا همین میشه می بگیری میگه یک دقیقه برو اینجا چره پایه دارن این تو پایه داره سه کام ما جو بریم حالا استاد باسکل ما میشه خوب برین گپ زنی چره خوب ماما تو میگه نیا تو نیا تو میگه با شک نیا نیا چه خاله اگه یک برای کلونه بدم خدا جی چیچیلک گوسپند بیشتر یا باسکل یا آکل خراب تو همال سر از اون شیره میملی او باسکل از اون خیلی ارزش داره اون نمیفهمه او با فایده تونه بفهمیدی نه دور نمیشنوه او با فایده تونه بفهمیدی اگه تو هم گوسپند کلون خودی هم چیچیلک هم کنه دی بازم بزو تاونه او عقل با گوسپند نمیکشه اما چپ کنیم من تو رو هم نمیشناسم او رو هم نمیشناسم نه چی میشناسم تو رو هم من نمیشناسم من تو رو حالا دیدم اینجا گوشیشته دیدم جنجال داریم گفتم بس کنم چی گپه گردن همه پن باشه یک ریپ پیل به کسی منی اگه شیرینی شما میدادم بیاین دست شما بریم کنیم تو یک برای کت یک چیچیلک بله بیا بله پشیمون نشه ماما بچه خاله جو بله سیکو این هم آدم غریبیه بفهمیدی از این گوسپنده از این قرار کرده امروز تک برو بخو بگیره کدو گوسفند یک چیچیلک یا خورتکک بگیری یک کلونی نه دیگه ماما نه نمیشه ماما مال شما باید تو اینجا ما چیم گوش مگوشک کردین چی بابا جان سام شیره و مال حالا تو گپ مر گوش میکشی من یه آدم نمیشناسم تو رو هم نمیشناسم من راه گذاریم پیر شدم میفهم بابا بعد تو دست خود بده بیا نه من نمیفهم تو بیا تو دست خود بده من شما گیر نمیکنم دست خود بده هم دست خود بده بگی بده باسکل رو میلا کن کدوم لالا می برو بخور برو بگیر یک چیچیلک یک چیچیلک یک کلونه بگیر برو بگی باسکل بگی پولم نمیدی کمی پول گردن من بابا آدم غریبی اگه نداره تو چرا بس میکنی ما دستا شما تو خیر خدا دستا شما بالا هم کردم دیگه ما اینجا چند شما به شیرینی نمیدیم هیچی ما دستا شما من خیر بالا هم کردم برو بخیر بگی لالا بگی هانی مگر بسته سال تو مرد دعا کنی هانی میدی همین دوتار بگیر اگر نمیدی تو موجو بیاین تیا کامرا خودم میبرین همین تو میری تام تام همین تو میری خب بیا تیر شو بزی بر جان من بزی بر جیم تیر شو این شهر شیره ملیدی که عمر خوب خود نداره های لباز شان غریبی رو به من که چکیه های دل آرام دل جولان زد و باره دیگه مرغ مرگی گرفته یاد وطن که جان محبوب برای شما نفهمیدم پدر بود یا برادر خدا یادش کنه هر کی یاد ما که واکی شر میکنه چکیه لا چکه سبه با کجا میسته که اینجا چکی برو دیگه
بگو ها کو میشه بره چی کو میشه بره کو میشه بره او آره این میشه بره چه کاره بیایم اینجا بابا تگیس را گوشه بابا جو این ورزش میکنه و کو بالا میشه من از میدم تا حالت مونده نشدم این قرار که دیگه سوار شدم برات گوسفندا خو میامدم ای اسکی هسته کی ای اسکینه یا میشو بره میشه بره ها ایشته میشه بره این میشو بره بدادم به یک بچه گاکی این باسکیل گو 11000 قیمتی نه این قرار که دیگه بدادم به که پیاده نباشه شما نگفتیم من نوروز که کتش گوسفندا قرار به تو میخرم میشه بره اکل خراب تو میشه بره بده بالا این باسکل دادی ها تو خود به قبرستون کردی تو چی بالا این چند ارزش داری باسکل تو 12000 روپیه میشه بره بده بالا 2000 باسکل یعنی تو میشه بره بده بالا میدادی ها بابا خب پیاده بدون آخ 12000 روپیه میشه بره بده بالا 2000 باسکل تو چه رقم انسانی تو چه گاکی میگو 11000 بابا همین 11000 ارزش داره که تو 11000 تو 12000 میشه بره بده بالا میدادی به کی دادی نمیفهمیدم سر زمین آمادک ما همه تطیر میشد مرتقه که معامل مرتیار که همین تا کلاورداره هست که خود بخنی که میدادم 12000 میشه بده بالا باسکل دادی تو چرا این کارو میکنی از خدا نترسیدی من میزنی در و در میکنی شروع میگو ای به کل یک لگری فرزش اینه گوسپند و داری به قیمت تو چرا میدادی میشه برای بالا می و تو کی گو که بده شما با من نگفتیم تو باسکل میخرم من آب تو گفتم باسکل میخرم به رقم میخرم گوسپند رو بفروشم با فایده فایده با تو گوسپند باسکل بخرم مر فایده کردی چند نفر بیدم اینو با چیگاه خوردی بیده یکم گفتک معامله شما ارتیاد میکنم معامله تو تیار کردم ها دم چاشت دم چاش میده نفهمی که کدو طرفتم سر زمین نمیتون برفتم دیگه چه کار کنم مرد دانه بدل کردی چه کار کنم دیگه چه کار کنم دیگه تو هیچ وقت هیچ کاری نکردی لا اله الا الله محمد رسول کدی طرفتم برو نشونی که ما برو من میرا کدی طرفتم دم چاش بیدک دیگه حالا که 4-5 اخسر کله تو بخبر چون شای شروع با خود شما گفتیم بابا با تو باسکل کتشه گوسفندا کتشه به نوروز میلفیشم با تو باسکل میخواد چی فرق میکنه دیگه میشه برای این میشکل مقبر کی مستن این 300 روپیه قیمتی به 40 روپیه یه بره 340 روپیه این مرتقه نگو 11000 شبه 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 گوسفندا دیگه چی شو برفته باشم به سرا بله یک دقیقه لالو خوردم نکن بله همین میشه برای ما ندیدی لالو نه کجا بده میشه برای شما چی بگم دیوانشون پاک از دست گیلک دیوانشون نمیفهم میشته خیرمند بده که سر گیلک شیره میلیده خود تو خبر داری کمی با گوسفند خودم 12000 میشه بره بعد دوباره با باسکل که ساک از زیر قیمت میشه بالا باسکل داده بالا باسکل داده کجا بوده کی بالا باسکل من شما نبودین من نه خونه بودم با کجای بالا با باسکل سهرا
مامان رو سه کنیم. ما به شما یک چیز بگم، چند دفعه ما به شما بگم با میگن خیره باشه، به چه شما حال چه کار میکنه؟ دست شما چی می اصلا نمیگی لک به چه شما خوب و می 4-5 تا گوسپند چی که با یک خره که ببره به چرونه نمیارزه. این حال هیچ کاری نیه، هیچ کاری دست از این نمیه. 10 دفعه ما بیام آدم تیر شدم میبینم خوبه گوسپندام یا به تا سبستا مردمه یا به تا گندما مردمه. ما به گیلک گفتم به نوروز گوسپندار بفروشم با تو باسکل میخرم. هنوز ساگو میشه برای با داد باسکله. خود تیاره دیگه او کار شما راحت‌تر که اصلا نقد داشته که نوروز جلوتر از او خود بره بخته و خوب خریده. گفته پیار ما به زحمت نشه. خب مرد داره بدر که 12,000 روپیه میشه برای با داد 1000 روپیه باسکله. ایشته بوده کی بوده کی داده خب میرفتین رد میگرفتیم اون مرتکه خیلی تیر نشده دیگه خیلی رو نرفته دیگه دام چاش بیده. پس بوده که اشندن و ادرسکان هم تیر شده. حالا شما تو جیله خونه دیدین؟ نه بابا اون مرتکه چاش گوسپندر از بوستون حالا میستاده که شما بیایم از بوست کنیم. او عمود هم برفته برات کار خورفته. بیغم بره ماما جون پله کوسی خوب بشینیم به خونه‌گاه خون باسکل بچه خورسای کنه که اشته باسکل خوبه یا گنده. اشته برم بیغم بخونه خوش مگه مجبورم بگردم تم دیابت. فایده نداره اون مرتکه چاش بدال 5-6 ساعت تیر شده حالا هرچه با ما نوروز بگی گاه به خود خود گوش میگشه. اون مرتکه حالا میسته که کسی کی کار بکنه اون میسته که تو بیای بعضی بستونی